تأکید جدی به حق مردم تاجیکستان به زندگی سزاوار، احترام انسانی، دسترسی به نعمت‌های مادی و معنوی زمان معاصر با کمال مسئولیت در برابر سرنوشت دولت و ملت، هویت ارزش‌های ملی، ثبات و امنیت و رشد واقعی کشور. ما یک گروه شهروندان تاجیکستان با درک مسئولیت شهروندی و استفاده از حقوق‌های کنستیتوسیونی خود تأسیس نیروی نو سیاسی حزب تاجیکستان نو را اعلام می‌نماییم. ضرورت تأسیس این حزب در آن است که جامعه را ناامیدی به آینده بهتر فرا گرفته ایستاده است. نیروی قابل محنت و عقلانی طرف این کشور را ترک می‌کنند و عموما محیط امروزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان به یک پیام نو، ایده نو، رویه نو، قدم نو، تشبث نو و تشکل نو نیاز دارد. تاجیکستان نو زاده همین نیاز جامعه می باشد. ما تلاش میکنیم که نیرو، ذهن، تخصص و تلاش‌هایمان برای آبادی کشور و به همین سمت راه ساختن نیروهای سازنده جامعه صرف گردد. از این رو تاجیکستان نو چارچوبی به هم آورنده شخصیت‌ها، نگاه‌ها، استعدادها، ایده و امکانیت‌های سازنده ملی می‌باشد. تاجیکستان نو حزب افراد واقعی، عملگرا، تکنوکرات، زیایی، متخصص، نواندیش و نوآور خواهد بود. در این مرحله ایدئولوژی ما ساختن تاجیکستان نو، جامعه امکانیت‌های برابر و تأمین زندگی شایسته مردم میباشد. ما درک میکنیم که تاجیکستان نیاز به تشکل حزب دارد که تمام نیروهای مقتدر سازنده مرکزگرا را در خود گرد آورده آنها را از فرو رفتن به اختلافات سیاسی حفظ نماید. حزبی که صرفاً ایدئولوژی میاندیشد، حزبی که صرفاً ایدئولوژی ناندیشد، گروهی فکر نکند، محلی عمل ننماید، بلکه واقعی باشد، عمومی بیاندیشد، دولتی و مرکزگرایانه عمل کند. تاجیکستان نو محض همان قوه مقتدر و مرکزگرا خواهد بود. ما تلاش همه نیروهای سیاسی کشور از جمله رهبر دولت را که بعد حل مسائل اصولی دولتداری از جمله حفظ استقلالیت و یکپارچگی کشور و تامین صلح و ثبات زحمت کشیدند، صمیمانه قدردانی نموده خود نیز برای حفظ این دستاوردهای ملی تلاش خواهیم داشت. همزمان با این باید اعتراف نمود که مشکلات اقتصادی اجتماعی مردم تا امروز حل واقعی خود را نیافتند و این حالت تمام دستاوردهای دیگر سیاسی و دولتی ما را با خطر جدی روبرو کرده است. مسلم است که ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی به رشد و استقلالیت اقتصادی وابسته میباشد. بنابراین با تأسیس حزب نو سیاسی میخواهیم در رفع مشکلات مذکور و تشکل صنف میانه سهم گذاریم. تاجیکستان نو همان نیروی سیاسی خواهد بود که به هیچ وجه امبیسه ایدئولوژی حل مسائل اقتصادی مردم را در سطح کسبی تامین خواهد کرد. ما تاکید میکنیم که هموطنان خود را باید از این حالت ناگوار اقتصادی بیرون آورده شرایط مساعد را برای حیات شایسته و شرفمندانه مهیا نماییم. سطح سوادآگاهی و معرفت جامعه روز به روز پست می‌گردد. جامعه ما از نظر دسترسی به سواد معاصر و تکنولوژی طرف کفا مانده و تدریج در حوزه تمدن جهانی جای می‌گیرد. در اکثر آمار و جدول‌های جهانی رشد نام تاجیکستان عزیز ما در رده‌های آخرین قرار می‌گیرد که این برای ما فرزندان این سرزمین خجالت آور است. چنین وضعیت هرگز سزاوار یک کشور دارای امکانات وسیع و یک ملت دارای تاریخ و تمدن بزرگ نیست. این است که تاجیکستان نو برای تامین اهالی با سواد واقعی معاصر و تبدیل تاجیکستان به کشور استحصال کننده اندیشه و ارزش‌ها تلاش خواهد کرد. جامعه پیشرفته، اقتصاد بازاری و نظام انسان‌محور را فقط انسان‌های آزاد و خودشناس می‌سازند تا زمانی که حقوق و آزادی همچون ارزش اصلی و محوری جامعه اعتراف و عملی نگردد، رشد واقعی جامعه حاصل نمی‌شود.
از این رو تاجیکستان نو حزب عزت و احترام انسان، حزب محافظ حقوق بشر، حزب آزادی اعتقاد و آزادی سخن خواهد بود. پس هموطنانی که جانبدار شرف انسانی، زندگی شایسته و رشد اقتصادی می باشند جانبدار تاجیکستان نو هستند. هموطنانی که مخالف بی‌برقی، بیکاری، بیسوادی، بی‌صلاحیتی می باشند جانبدار تاجیکستان نو هستند. هموطنانی که مخالف فسق و فساد، کروپسیا، پایمال شدن قانون و مالگرایی می باشند جانبدار تاجیکستان نو هستند. هموطنانی که جانبدار تغییر وضعیت، اصلاحات عمیق، احیای عدالت اجتماعی و سربلندی مردم تاجیکستان، جانبدار بنیاد تاجیکستان مردمی، تاجیکستان آرزو و آرمان‌های ملی می باشند جانبدار تاجیکستان نو هستند. تاجیکستان نو حزب تیپ نو، حزب فکر نو، حزب افراد اصلاح‌خواه خواهد بود. از این رو ما با هم آماده ایم تا با تلاش صمیمانه خود آینده آباد و شرفمندانه وطن را بسازیم. اگر صحبت در اطراف یک باشه. بله. شورا